حاضری به خاطر 250,000 دلار با اکس سمیت 30 روز یه جا زندگی کنی؟ به نظر من که خیلی کار سختیه. حالا مس سرویس اومده این کارو کرده، با هم بریم ببینیم که این دوتا اکس سمی میتونن کنار هم 30 روز یه جا زندگی کنن یا نه. چشمنداتون رو بردارید. این دو نفر با هم دیگه بودن، یعنی رابطه عاشقانه ای داشتن، ولی خب الان شدن اکس هم دیگه و قراره که 30 روز با هم توی زنجیر بمونن و 250,000 دلار جایزه بگیرن. ببینم شما چند سال پیش با هم بودید؟ 3 سال پیش. اون منو ول کرد و رفت. هنوزم دل من شما رو مجبور نکردم، ولی به محض اینکه دستبندا باز بشه چالش تمومه. قفلش کردم. وای جفتتون خدای من. دستبندا رو بستین و اینجا دیگه ته خطه. حالا اگه از این خط بخواید برید بیرون و بلند پروازی کنید، میام دستبنداتون رو باز میکنم و دیگه هیچی گیرتون نمیاد و بازی تمومه. به تو خوش بگذره. دوست پسر سابقم جدیه جیمی. چی داری میگی؟ خدای من. سلام. چه خبر رفیق؟ ما کجایی؟ امکانات شما برای 30 روز آینده ایناست. این آشپزخونه که میتونید آشپزی کنید و غذای خوشمزه درست کنید. 2 تا تخت و یه در با علامت سوال. شاید سوالتون این باشه که شما 2 نفر چجوری با این زنجیر از دستشویی استفاده کنید؟ وای نه. یکی بره تو دستشویی. بس کن، من باید با این دوش بگیرم. اگه زنجیر باز بشه دیگه بازی تمومه. میذاریدش اینجا. صبر کن، شما خیلی بی‌رحمی. داری چیکار اگه بخواد بره دستشویی چی؟ بلش کن. باورم نمیشه الان توی اتاق با تو هم. آره یه جورایی با من گیر کردی. آره. یعنی منم همینطور. خدای من. البته اینم بگم که سوزی قبلا توی چالش 100 روزه با یه غریبه دووم آورد، اما این دفعه فرق میکنه چون این دیگه اکسشه. به نظرم که خیلی عالیه. درباره یه چیزی که باید تصمیم بگیریم اینه که اصلا میخوایم با هم غذا بخوریم یا نه. خب چی بگم نمیدونم. خب الان جاش داره دوش میگیره، پس فکر کنم وقتش راستش رو بگم. من برای این چالش استرس دارم و 4 سال با هم بودیم ولی 3 ساله که جدا شدیم و حالا توی یه جبهه با هم گیر افتادیم. یه جایی بالاخره یکی باید شروع کنه به چیزی گفتن. آی ببخشید. خب حالا دیگه بذار همین جوری بمونه. صبح روز دوم و اکسامون دارن تلاش میکنن که تا به هم دیگه عادت کنن. تو برام غذا درست کردی، پس من یه زن خوشبختم. با این زنجیر 60 فوتی اونا به آرزوشون میرسن، یعنی زندگی جداگونه و فکر کنم که خیلی خوشحال باشن. داشتم تصور میکردم اگه واقعا نزدیک به هم زنجیر میشدیم ترسناک تو میشد. از نزدیک بودن به من میترسی؟ احتمالاً که میترسه. البته اکسامون از خجالت همدیگه در میان. مثلا جاش کلن میزنه سوزی و به منو فنا. از اینجا بیارید تو بیرون. باعث میشی آرزوی مرد. اما فعلا فقط زندگی کردن با هم مهمه. ثابت شده که خیلی سخته. ببینم خیس شدی؟ آها، ببخشید. با اون روغن کثیف مایتابه همه جام کثیف شد. ببخشید. خب با این حساب میرم خودم رو تو حموم حبس کنم. قضیه اینه امروز یکم باش بد رفتاری کردم چون حقشه. تو منو ول کردی. سوزی و جاش باید در مورد مشکلاتشون حرف بزنن. میخوام یکم بیشتر عادت کنم قبل از اینکه همینجوری شروع کنم به قُر زدن. چند روز جیمی رو اینجا ندیدم. من الان آماده یکم هیجانم چون الان اوضاع اینجوریه، سکوت مطلق. وضع بینشون افتضاحه و خب من یه خورده ترسیدم. اینا با زنجیرهای کوتاه‌تر میخوان چیکار کنن؟ روز 5 و زمان اولین پیشنهاد. روز 5 مبارک. ببینم شما چرا انقدر فاصله دارید اصلا؟ چون میتونی. ولکام بلند شو بیا. ببینم این هفته چجوری بود؟ راستش کم کم دارم به اینجا بودنش عادت میکنم. خیلی سخته حتی بخوایم واقعا در مورد چیزی حرف بزنیم. آره. به افتخار اینکه تونستید 5 روز هم دیگه رو تحمل کنید، ما 2 تا پیشنهاد ویژه داریم و میخوایم براتون جشن بگیریم. و ناچارید که زنجیراتون رو کوتاه کنید. پیشنهاد شماره 1: 50 فوت زنجیر، یعنی 10 فوت کمتر از زنجیری که الان دارید. و اما پیشنهاد دوم زنجیر 30 فوتیه که زنجیر فعلی شما رو نصف میکنه. اگه این پیشنهاد رو قبول کنید 25,000 دلار به جایزتون اضافه میشه. یعنی 30 فوت از زنجیرت کوتاه‌تر کن و راحت بشنو 25,000 دلار بزن بچی. نه خیلی کوتاهه. اگه این زنجیر کوتاه‌تر کنید باید خیلی به هم نزدیکتر زندگی خب کنید. من 4 سال همینجوری کنارت بودم، یعنی میتونم یکم نزدیکترم بشم. 1000 دلار اضافه عالیه. میخواید که زنجیرتون از وسط نصف شه؟ من میگم آره. منم هستم. آره خیلی خوب بیاید که از وسط نصفش کنی. به نظرم عالیه. خدای من. زنجیرشون از وسط رسما نصف شده. به سلامتی. پشیمون نیستم که پول بیشتری گرفتم.
هنوز 25 روز مونده، ولی هنوز درست نفهمیدیم که این زنجیر کوتاه‌تر شده. یعنی هنوز به مشکل کوتاه بودنش بر نخوردیم. احتمالاً خیلی زود این اتفاق میفته. درست مثل الان. هنوز 24 ساعت از نصف شدن زنجیر نگذشته. ما همین الانم به مشکل خوردیم. حتی الان که جاش داره دوش میگیره و من پشت میز نشستم، الان دلم میخواست رو تختم باشم، ولی زنجیر به تخت نمیرسه. ساعت 4 صبح جاش بیدارم کرد که بره دستشویی. عزیزم من باید دستشویی برم. کوتاه شدن زنجیر باعث شده اوضاع خیلی ناراحت کننده بشه. خدایا لطفاً همیشه 6 فوت فاصله باشه. عرقی تو ریختی رو پیشونیم. خدای من. چه کار میکنی؟ دارم راه میرم. من جاشم یه بچه خرد. اسم منم سوزیه. خیلی چندشی. تو خوبی. فکر میکنم این چالش خیلی راحت تر میشد اگه من با یه غریبه بودم. میدونم داری تلاشتو میکنی و داری نهایت تلاشتو میکنی ولی خیلی دیوونه. داری به این بی احترامی میکنی. این بی احترامی داری نیست. بدجنسی میکنی. امروز صبح با یه شوخی شروع شد و بعدش همینجوری ادامه پیدا کرد. راستش رو بخوای مشکل اون شوخی این بود که تو جوری مسخرم کردی که بقیه هم بیان به هم بخندن. یعنی بقیه هم بیان منو دست بندازن. رفیق توهمی چیزی زدی ها. سوزی تیمارستانی. واقعا نمیدونم آخرین ماجرا چه حسی نسبت بهت پیدا میکنه. یه افتضاح کامل بود. اون قضیه رو بزرگتر میکنه، در حالی که من میگم نه بابا فقط یه شوخی بود، من ازت متنفر نیستم. خب چی احمقانه است؟ تو مسخره. ببینیم میتونیم یه روزو بدون اینکه جاش اعصابمو خورد کنه بگذرونیم؟ چی گفتی؟ هی داری چیزایی میگی که منو خجالت زده میکنه. اینا فقط شوخیه. نه این خیلی خجالت آوره که جلوی بقیه با یکی این کارو بکنه، اونم وقتی که همه دارن چی ما رو میگی میبینن. واسه خودت؟ اینا فقط شوخیان. یه خورده ظرفیت داشته باش. آره مثل همین بی احترامی کردن که تبدیلش کردی به یه شوخی. حالا همه چی درباره توئه؟ نه نیست. چرا همه چی درباره توئه؟ همه چی درباره من نیست، برای هر دومون برابر. جاش بود که این کارو کرد، جاش اعصابمو خورد کرد، همه چیز تقصیر جاشه. دنبال مقصر نگرد. چیزایی که میگی باعث میشه حس کنم بخوام بمیرم. معذرت میخوام، میفهمم چی میگی، ولی تنها راهی که میتونیم اینو تمومش کنیم اینه که بذاریم تو گذشته بمونه. میخوام این 30 روزو تموم کنم و خلاص. من مطمئنم تو هم همینو میخوای. آره ببین سخت‌تر از چیزی شده که فکرشو میکردم. اگه همینجوری ادامه پیدا کنه مطمئنم هیچ کدوم دووم ولی نمیاریم. فکر میکنم باید تلاش کنیم. معلومه که باید تلاش کنیم. اینجاییم که دووم بیاریم، پولو ببریم و بعدش همون نبینیم. فقط دوست. قبوله. با اینکه اونا موافقت کردن به خاطر چالش با هم دوست معمولی باشن، ولی باید ببینیم که چقدر میتونن متحد باشن. روز 10. خیلی خب جشن روز 10. وای نه. زنجیرتو 10 فوت کوتاه‌تر کن. آره خیلی خب مجانیه. بابا باشه استرس نگیر. دفعه قبل کوتاه بودن زنجیر باعث شد که توی مسائل شخصیتون اختلال ایجاد کنه. به خاطر همین ما میخوایم که چیدمان اینجا رو به سلیقه خودتون عوض کنید. اونم فقط یک بار تا آخر چالش. میتونید که تختا رو نزدیک به هم کنید و حتی مبلا رو هم جابجا کنید تا راحت تر بتونید کنار هم باشید. اما اول بیاید زنجیرتون رو کوتاه کنید. نمیتونم صبر کنم. برای کمک به جابجایی وسایل. خیلی خوب. اینم تیم متخصص ما. تا ساعت 12 فرصت دارید که هر چی رو میخواید جابجا کنید. بریم تو کارش. آره بچرخون خوبه. بعد از اینکه بچه‌ها رو سر کار گذاشتن، سوزی و جاش همه اساسی‌ها رو به جای مختلفی بردن و وسیله‌ها رو چیدن و یه فضای خاصی رو برای خودشون دست و پا کردن. اینجا دستشوییه. اینم تختمون. چیزی که امشب داریم همونیه که برای 20 روز آینده هم خواهیم داشت. قابل تحمله. برای جذاب‌تر کردن معامله یه سورپرایز دیگه به اونا هدیه دادن.
هی بچه ها، ای پسر. یه یخچال پر از محصولات جدید فستیولز داریم. اوه ایول. ببخشید بچه‌ها، این اولین باره که محصول جدیدمون رو رونمایی می‌کنیم. اوه، به سلامتی. بریم. خیلی خوب. همه اینا با شیر کاملا تازه تهیه شده و سرشار از ویتامین های A, D و پتاسیم. فیستیبلا طعم فوق‌العاده‌ای دارن. این شیر شکلات‌ها در والمارت، 7-11 و مکان‌های پیست سرعت در سراسر کشور توزیع میشه. با کوتاه‌تر شدن زنجیر و جابجایی مبلمان، جاش و سوزی تو شرایط بهتری هست. زنجیر 10 فوت کوتاه شده و تا الان هیچ مشکلی نداشتیم. چیزی نیست که نگرانش باشیم. خیلی نزدیک شدیم. خیلی خوب. آره، نبرد اونا ادامه داره. زنجیر داره اونا رو به هم نزدیکتر میکنه و با گذشت زمان اونا دارن صمیمیتر میشه. امروز خیلی حوصلمون سر رفته و کلی لانچی خوردیم. واسه همین نظر دادم اونو به شکل قلب روی دیوار بچسبونیم و حالا بهتون معرفی میکنم اولین قلب لانچی دنیا رو. جاش میخواست همزمان دراز بکشه و خاطره بنویسه، در حالی که من میخواستم رو تردمیل راه برم. این شد سازش. باید با هم همکاری کنیم تا موفق آره، باشیم. باید همه چی رو با هم بگذرونیم. آره دقیقاً. دوستی؟ حالا که با هم دیگه تنها شدن و به اینجا رسیدن، جاش از خودش میپرسه که چرا از اول با هم دوست نبودیم. هی سوزی، میتونیم حرف بزنیم؟ ما جدایی بدی نداشتیم. تو میخواستی کارهای دیگه ای بکنی که خب با مسیر من یکی نبود. مثلا یه چیزی که همیشه تکرار میشد این بود که حس میکردم باید مدام بهت بگم چی میخوام. راستش رو بخوای، اگه بخوام دوباره به چیزی فکر کنم، حس میکنم رفتارت نسبت به قبل خیلی فرق کرده. بعد از اینکه از هم جدا شدیم تو چی کار کردی؟ زار گریه کردم چون خیلی تنها بودم. تو بعد از جدایی چی کار کردی؟ شروع کردم به گریه کردن. نه اینکه دنبالت کنم، ولی آیدی اینستاگرامت هیچ وقت فراموش نکردم. هر چند هفته یه بار سرچش میکردم، ولی خب خیلی عجیب بود. برام خیلی سخت بود. انگار قلبم 2 تیکه شده بود. اوف. گریه نکن. وقتی ازت جدا شدم هنوزم دیوونه وار عاشقت بودم. نمیخواستم جدا بشم، هیچ وقت نمیخواستم. راستش من همیشه عاشقت بودم. چی؟ حالا چی کار کنیم؟ حس میکنم این چالش باعث شده جاشو از یه زاویه کاملا جدید ببینم. واقعا چشممو باز کرده. تنها مشکل اینه که چیزی که توی این اتاق میگذره مصداق واقعی زندگی اون بیرون نیست. با اینکه جاش و سوزی توی رابطه‌شون به نقطه‌ای تازه‌ای رسیده بودن، این هنوز یه چالش 30 روزه بود و دوری از دنیای بیرون داشت روی جاش اثر می‌ذاشت. واقعا کل زندگیمو بیرون گذاشتم تا بتونم اینجا باشم و تازه همین الان داره روم سنگینی داداش میکنه. 2 هفته از بیرون نرفتم، کل زندگیمون بیرونه. اگه مجبور بودم برای دسترسی به بیرون پول بدم این کار رو نمی‌کردم. فقط میخوام برم بیرون. چی شده؟ حالم خوب نیست، داغونم. برای همین توی روز 15 بهترین راه حل برای بزرگترین مشکلشون آوردیم. برای روز 15 خواستیم بهتون یه فضای بیرونی بدیم. بهتون فرصت میدم تا در بیرون رو باز کنین و فضای زندگیتون رو 2 برابر کنید. یعنی هر وقت بخواین میتونین کل حیاتو داشته باشین، ولی شرطش اینه اگه میخواین این فضای بیرونی رو نگه دارین باید زنجیرتون رو به 10 فوت تغییر بدین. دلم برای بیرون تنگ شده بود. شاید با این کار بتونیم غروب خورشید یا حتی طلوع خورشید رو ببینیم. نمیارزه که نصف زنجیرمون رو به خاطرش از دست بدیم. اگه فقط برای بیرون رفتن اینو قبول کنیم همیشه اینقدر نزدیک به همیم. نباید این کارو بکنیم. راحت میتونیم بی نور خورشید سر کنیم. فقط نمیخوام بعدن حس کنم یه فرصت از دستم رفته. خیلی وسوسه شدم اینو بگیرم. ولی 10 فوت وسط راه، یعنی معلوم نیست چقدر آزادی عمل داشته باشیم. وقتشه یه چیزی بگم. پیشنهاد روز 15 رو قبول میکنین؟ نه قبول نمی‌کنم. خب پس برگردین داخل. فقط یه دقیقه دیگه. خیلی بد شد. 10 ثانیه بیشتر وقت نداریم. بلند شو. 10 اومدم. 7 6 5 4 3 2 1. چند روز دیگه میبینمتون. خب ببینم الان پشیمونی که پریدیم داخل. نمیدونم، باز میخوام برم بیرون. رد کردن پیشنهاد روز 15 واقعا روی جاش اثر گذاشت، ولی روز بعد فکر بیرون رفتن هنوز ذهنشو مشغول کرده بود. امروز یکم افسرده کننده است. چون تازه بیدار شد. فکر کردی اگه اون در مرموز نبود هیچ تغییری تو زندگی روزمرمون ایجاد نمیشد؟ این طولانی ترین ماه زندگیمه. روزی که انتظار داشتیم یه اتفاق بزرگ بیفته هیچی نشد. امروز خیلی طولانیه، چرا تموم نمیشه؟
امیدوارم هر چیزی که پشت اون داره چیز با ارزشی باشه. تو فکر میکنی پشت اون در یه چیز دیگه است؟ وای خدای من، اون پشت تسلاه دیوونه کننده است. قضیه این اولین بار نیست که سوزی با یه چالش مرموز روبرو میشه. توی یه ویدیوی قبلی یه جعبه مرموز رو رد کرد که توش $50,000 و یه ماشین مورد علاقش یعنی تسلا بود و خب این نابودش کرد. میخوام گریه کنم. این واقعا رویای من. برامون تسلا گرفتن. اگه پشت اون در تسلا باشه باید قبولش کنیم، فقط برای اینکه جبران بشه زود باش. ولی خب برای جاش هنوزم هیجان در مرموز کافی نبود که حالشو خوب کنه. حس میکنم دارم دیوونه میشم. خشن نباش. یکی منو ببره خونه. امروز جاش روز سختی داشت و بعضی وقتا تو باید اون کسی باشی که وقتی طرفت حالش بده هولش بدی جلو. پس جاش هنوز خواب بود، ولی من تصمیم گرفتم برای صبحونه درست کنم چون خیلی گرفته بود. برای توه. وای یه قلب از بیکشن و تخم مرغ درست کردی؟ وای یه قلبه. دوست؟ قبوله. هرچی فکر میکنم نمیفهمم یعنی چی. یعنی آدم همینجوری برای یکی صبحونه تو تخت درست نمیکنه. جاش خیلی گیج و کنجکاو شد که بفهمه این حرکت سوزی یعنی چی، که یه کار خیلی عجیب و غیر قابل باور کرد. یعنی همون چیزی که ازش بیشتر از هر چیزی توی دنیا متنفر. فکر کنم مجبورم کتاب راهنمای مرد برای شناخت زنها رو بخونم. وقتی پای رقص پیچیده‌ای که بین زن و مرد موقع جذب شدن اتفاق میفته وسط باشه، زنها کنترل رو دست میگیرن. کاراشون معمولا ظریفه، ولی همش نشونه اینه که اونا به تو علاقه دارن. وقتی که جاش داشت فکر میکرد پشت مهربونی سوزی چه دلیلیه، سوزی داشت فکر میکرد پشت در مرموز چیه. هیچی نمیبینم. اگه یه تسلای کوچولو باشه چی؟ شاید برای جیمی نون موزی درست کنیم. آفرین، بهت افتخار میکنم. ای ممنونم. دمت گرم. خدافظ. چی؟ نمیتونم صبر کنم فصل بعدی کتاب راهنمای مرد برای شناخت زنها توضیح بده این کارش چی بود. کتاب میگه اگه اونطور بخواد این نشونه هاشو داره. نگاه مستقیم، لبخند، هی نگاه کردن بهت و حدسم اینه که اون منو دوست داره. این انگشتریه که بهت داده بودم؟ آره هنوزم دستت میکنیش؟ یه موقعی. هیچ وقت نتونستم حتی یه چیز از رابطمون رو دور بندازم. یه چیز خاص بود که مجبور شدم بفروشمش. منظورت چی؟ شب قبل از اینکه از اینجا بریم بهت میگم. فکر نکنم هیچ وقت بهش گفته باشم. خیلی میترسیدم. اون بیشتر چیزای رابطمون رو نگه داشته، جز یه چیزی که این مدت ازم پنهونش کرد. فقط باید بگم دلیل بزرگی داره که راز مونده. باید بگم دارم از کنجکاوی میمیرم. اگه چیزی باعث بشه تا آخر این چالش بمونم همینه. امروز روز 20 و وقتشه که یکم هیجان اضافه کنی. روز 20 مبارک. آزا چطوره؟ جلوی شما 5 تا راه برای باز کردن در مرموز وجود داره. خدای من. خیلی خب، قضیه اینه. از راست به چپ میرم و زیر هر سینی یه پیشنهاد نشون میدم. اگه به پیشنهاد بگین آره، هر چی پشت در مرموزه مال شماست. اگرم بگید نه، فقط اون موقع پیشنهاد بعدی رو میبینین. ولی یادتون باشه که ممکنه دارین به بهترین معامله نمیگین. این خیلی ناجوره. پیشنهاد اول اینه: $50,000 باید بدین. اونا امیدوارن اینو بگیریم چون خیلی مضطربیم. نظرت چیه؟ بهتره که بگیم نه. خیلی خوب. اما پیشنهاد دوم $100,000 ناقابل از جایزتون کم میشه. احتمالاً آخرین سینی بهتره. من میگم اینم قبول نکنیم. پیشنهاد سوم منفی $25,000 و از زنجیرتون میشه 5 فوت. انقدر به هم نزدیک میشین و 10 روز دیگه مونده. وای خدای من. اگه بگین نه، فقط 2 پیشنهاد میمونه. خیلی سخته. ولی اگه بگین آره، هرچی پشت اون علامت سوال مال شما میشه. قبل اینکه تصمیم بگیرین یادتون باشه که توی ویدیوی قبلی که یه جعبه مرموزه تسلا بود گفتین نه. آره. فکر میکنی پشتش چی باشه؟ هیچ ایده‌ای ندارم. هیچی نمیبینم. سرتو بذار زمین. اگه یه تسلای کوچولو باشه چی؟ فقط میخوام پشت در رو ببینم. اینو قبول میکنیم برای تو. آره اینو میگیریم. خب رسما پیشنهاد 2 رو قبول کردم. اما پیشنهاد بعدی من این بود: منفی $25,000 ولی زنجیر همون میمونه. پیشنهاد آخرم مجانی. اشکالی نداره. زنجیرشون رو 5 فوت کوتاه کردن و $25,000 هم دادن. اگه 2 تا تسلا گذاشته باشن. تسلا. هر کدومتون 2 تا تسلا نو بردی. جیمی، واقعا میخوام گریه کنم. میدونم فقط یه ماشینه ولی واقعا بذار خیلی منت بذارم $40,000 پولشه.
میتونم آره بیا بغلت اینجا کنم؟ مواظب باش. این مثل یه داستانه. معلومه کمینه. من خیلی هیجان زدم. راستش منم مثل سوزی خیلی هیجان زدم چون تازه محصول جدید فستیبلز رو معرفی کردیم. واقعا باورم واقعا نمیشه. دیوونه کننده است. هیچ رنگ مصنوعی یا شیرین کننده مصنوعی نداره، فقط مواد طبیعی و با کیفیت. باورم نمیشه. حس میکنم تو یه رویا. آب نباتای سارسیری که الان توی تارگت 117 و پیستای سرعت در سراسر کشور موجود. این بهترین روز زندگیمه. ولی یادتون نره این تسلا ها هزینه هم دارن. ببینیم وقتی زنجیرتون 5 فوته دستشویی رفتنتون چه جوریه. باش. فکر کن میخوای دوش بگیری. خیلی خوب. اوه. یه وقت زنجیره کوتاه‌تر از این نشه. اوه. ولی میشه. براتون نون موزی فستیبلز درست کرد. به نظر خوشمزه میاد. فکر کنم بهترین چیزی که میشه باهاش خورد چیکاکائو فستیبلزه که الان توی همه فروشگاه هستش و طعمش فوق‌العاده است. 13 گرم پروتئین داره و توی همه این فروشگاه ها میتونید پیدا کنید. 5 روز دیگه میبینمتون. خیلی خوب. آره. بیا، بیا. وای، نمیتونم زود باش دیگه. صبر بیا. کنم. خداحافظ بچه. صبح بخیر. خیلی خوب. یواشتر. حتی نمیتونم دستامو بشورم. من و سوزی فهمیدیم واقعیت تلخینه که زنجیره 5 فوتی خیلی افتضاح. این زنجیر خیلی رو اعصابه. حتی نمیتونم دستامو بیارم. آره داره دیوونم میکنه. خیلی خوب. ببین این زنجیره 5 فوتی اجازه نمیده همزمان 2 کار مختلف رو انجام بدیم. این خیلی زود خستمون میکنه. هی زنجیر رو نکش. آبجی به دوش نمیرسه. اینم از شانس مایه. وقتی صبورانه بیرون دستشویی منتظر بود، ذهنش دوباره رفت سمت کتاب. جنتلمن باش، صندلیشو عقب بکش. البته همین باعث شد رفتارش توی روز تغییر کنه. درو باز کن، زن و مرکز هر گفتگویی قرار بده. اسم ماشینت الان چیه؟ سوزی، وقتی به رقص دعوتش میکنی بازوشو کوتاه لمس کن. سوالایی با انتهای باز بپرس. وقتی از اینجا رفتیم بیرون قراره چی کار کنیم؟ نمیدونم. شاید بخوان دوباره دستبند ببندن. ولی فصل آخر روی مشکل اصلیشون تمرکز اگه یه داشت. قراری برنامه‌ریزی نکنی که باعث بشه استخاص بودن و مهم بودن پیدا کنه، اینجوری باعث میشه کل رابطه خراب شه. مجبور بودم حتی کوچکترین توقعات رو باها در میون بذارم. مثلا 3 ماه بود که سر قرار نرفته بودیم. دیگه ادامه ندادم. قرارهایی رو برنامه‌ریزی کنم که باعث بشه استخاص بودن و مهم بودن داشته باشه و به چیزی که می‌خواست توجه نکردم. فکر کنم اون یه قرار میخواد. وقتی داشت با تهیه کننده درباره قرار حرف میزد، میخواستم که براش عملی کنم. خوشتیپ شدی. آره تو هم خیلی خوشگل شدی. ممنون. شمع هم داریم. شمع واقعی آوردم. باید اعتراف کنم کارت عالی بود. وای خیلی قشنگه. لطفاً بشین. ممنون آقا. یه جورایی اینو دوست دارم. مثل بودن توی یه قراره. درسته. داریم دوباره از نظر احساسی به هم نزدیک میشیم. ولی فکر کنم یه قدم درست به جلوه. میتونم بعد از اینجا یه قرار واقعی ببرمت؟ یعنی بیرون از اینجا؟ آره. آره خیلی دوست دارم یه قرار واقعی برم. خیلی خوب. میخوای با شیرکاکائو فستیبلز به سلامتی به بزنیم؟ سلامتی. به سلامتی قرارمون با مستر بیست. آره. این یه فرصت خوب برای آشتی بوده. آرایشم پخش نشده؟ یه جورایی دوباره شناختن طرف مقابله. نه. سلام. سلام. فکر کردن بهش برام جالبه. خوشحالم که بعد از 3 سال دوباره یه قرار داشتم. احتمالاً یکی از بهترین روزایی بود که اینجا داشت. یه پایان عالی برای قرارمون. خیلی استرس دارم چون نمیدونم بعدش قراره چی بشه. امروز روز 25مه. قراره که این ویدیو رو یه تغییر اساسی بدیم که تغییرش زیر این سینیه. از این متنفرم. قلبم تون خیلی میزنه. خب سینیا باز کن. این مال توه. ما برای هر کدومتون کلید دستبند آوردیم. تا اینجای چالش اگه دستبنداتون رو باز می‌کردید هر دوتاتون می‌باختید. ولی از الان تا آخر ویدیو اگه دستبندتون رو باز کنید کل $250,000 رو هر دوتا تسلا متعلق به شما میشه و میتونید ببریدش. کلیدتو بردار. تو هم بردار. هر کی دستبندو برداره همه چی مال اون میشه و اون یکی هیچی نمیبره. میخوای این کارو بکنی؟ الان واقعا میترسم. همیشه استرس دارم. فکر میکردم قراره 1 فوت ازت فاصله داشته باشه. راستی علاوه بر این از امروز به بعد هر روز زنجیرتون 1 فوت کوتاه‌تر میشه. آه. روز 30 شما 2 نفر انقدر با هم فاصله دارید.
وای خدای من. ولی مجبور نیستین این کارو بکنین، چون که خیلی شما جالب شد. میتونید دستبنداتون رو هر لحظه که بخواین این باز کنین. دیوونگیه. آره دقیقا. احتمالاً میخوای بدونی که توی ذهنش چی میگذره و خب تو هم میخوای بدونی که توی ذهنش چیه. دستگاه دروغ سنجو بیارین. شوخی میکنی؟ نه، یه متخصص دروغ سنج آوردیم ها. آه. ممکنه یکیتون دستبندو باز کنه. حالا اینجا ویدیو جذاب میشه. جاش، تو نفر اولی، صندلی برای توه. ویدیوهاتو بررسی کردیم و یه سری سوال آماده کردیم. این واقعا کمک میکنه که اون تصمیم بگیره که بمونه یا همین امروز بره. آماده بودی بگو. خب تا حالا به وفاداری من شک کردی؟ نه. حتی با اینکه ازت جدا شده؟ نه. درسته. وای. واقعا به تو اعتماد داره. آره. باشه. آماده باش، نوبتته. از وقتی اینجاییم تا حالا فکر کردی مجرد بودن برات بهتره؟ نه. نه؟ نه. واقعا؟ آره. این یکی رو نمیدیم بهت رفیق. نمودار داره مثل اورست میره بالا. یعنی دروغه؟ آره دروغه. خب ادامه بدیم. سوالا هرچی میره جلوتر داره بهتر میشه. آیا کل $250,000 رو برای خودت برمیداری؟ فکر نکنم. خوبه یه واکنشی به این یکی نشون دادی. میخوای بیشتر فکر کنی؟ فقط یه بله یا نه؟ نه. داره راست میگه. من خیلی هم بهش اعتماد نمی کنم. اگه ایش دلخوری نبود نه. معلومه که دلخوری هست. این باعث میشه که بخوای زنجیر رو باز کنی. باعث میشه بیشتر بهش شک کنم. الان بعد از این جوابای سنگین چه حسی داری؟ شاید یکم ترسیدم. ولی بعدش نوبت جاش شد که از سوزی سوال بپرسه. جاش، آماده ای؟ آمادم. چیزی رو ازم پنهون کردی که میدونستی ممکنه اذیتم کنه. آره. درسته. اگه میدونستی مثلا وقتی با هم نبودیم چقدر به یکی دیگه نزدیک شدم. باشه. یه چیزی برای حرف زدن داریم. حس میکنم نمیخوای الان در موردش حرف بزنی. نوچ. باشه. سوال بعدی. فکر میکنی من جلوی پیشرفت تو میگیرم؟ آره. درسته. آینده بیرون از اینجا پیش بینی کردنش سخته. خب خب کامل دیدنش در حال حاضر سخته. توی آینده ایدئالت منم جایی دارم. آره. درسته. جالبه، جوابا با هم جور در نمیاد. میخوای بیشتر توضیح بدی؟ توی آینده ایدئالت من هستم ولی در این حال جلوی تو رو میگیرم. یعنی توی آینده ایدئالت من مانعتم. فکر کنم باید نشونم بدی دوباره قرار گذاشتن چه شکلیه و اینکه چه جوری میتونه باشه. اینجا جوابای جالبی داریم. اون به دستگاه وصله. چیزی هست که بخوای در موردش بدونی؟ میخوای زنجیر رو باز کنی؟ نه. درسته. آیا از دوست داشتن من دست کشیدی؟ نه. درسته. جاش داره از این موقعیت سو استفاده میکنه. اوه. شاید بهتر باشه دستبندشو باز کنیم. جاش داره منو آره، بازجویی دقیقاً. میکنه. خیلی خوب. شما دوتا کلی چیز دارین که باید در موردش حرف آی بزنین. خودیم. خیلی خوب، فردا میبینمتون. دروغ سنج خیلی عجیب بود. فکر کنم اونجایی که گفتم چی منظورت آره بود، در مورد برداشتن پول. یعنی فقط یه چیز صادقانه است. مثلا سوزی هم میرنشم $200,000 برده. خب که چی؟ منم همونقدر دارم سختی میکشم. نه میدونم، فقط یه فکری بود. مثلا پولو برداریم و زودتر بریم بیرون. امروز یه هدیه بهمون دادن. من میتونم همین الان با همه پول از این اتاق برم بیرون. اون بود که اول منو ول کرد. این میشد بهترین داستان انتقام. سلام، امروز روز 26م. سلام. زنجیر 4 فوتی. آره خودشه. یه سورپرایز ویژه هم براتون داریم. آه وای این چی؟ این یه اتاق عایق صداست. شما میتونین اینجا هر چی تو دلتونه بگید و اون یکی هیچی نمیشنوه. خب حاضرین؟ جاش، اول با تو شروع میکنیم. وای داداش، زنجیر رو میکشم. پسر جاش
باشه. دیشب چطور بود؟ چه حسی داری؟ یه جورایی سخت بود. وقتی گفت اگه هنوز از رابطه و جدایی دلخور باشه پولو بر میداره، شاید به نظر اومد یه جورایی میخواد انتقام بگیره. یه چیز دیگه که بهش فکر کردم اینه که همین الان این دستبندو باز کنم. اون خیلی سریع گفت آره پولو بر میداره، آره، انگار آره. که بیشتر از من حقشه. یه همچین خب چیز. سوزی نوبت توه. خدافظ. موفق باشی خدافظ. سوزی. فقط چند روز تا آخر این چالش مونده و جاش هنوز اون راز بزرگی رو که گفته بود و بهم نگفت. نمیخوای با $250,000 از اینجا بزنی بیرون؟ سوال خوبیه. ممکنه $250,000 رو برای خودش برداره. خب اگه این کارو بکنه، کارنت بهترین جا برای گذاشتن اون همه پوله. میتونم بدون کار کردن 2-3 سالی زندگی کنم. خیلی خوب، پس باید کارنت رو دانلود کنی. میخوای که امتیاز اعتبارتو بسازی؟ آره. پس باید کارنت رو دانلود کنی. میخوای اینم بگیری؟ آره. هی نگو آره دانلود دارم کن. دانلودش میکنم. اگه از این QR کد یا لینکی که توی توضیحات هست استفاده کنین و همین الان کارنت رو دانلود کنین، من شخصا $1 به حسابتون واریز میکنم. کاش میتونستم همینجوری ادامه بدم. توی 4 سال گذشته صدها هزار دلار از طریق کارنت بخشیدم. کارنت میتونه همه نیازهای مالیتون رو برطرف کنه. این بهترین اپ بانکی حال احتمالاً حاضر. این کارو کنم. خیلی خب، اگه جاش کل جایزه رو بدوزه و شما کارنت رو دانلود کنین و کد 20 رو بزنین، از سوزی این ویدیو بیشتر پول در میارین بدون اینکه 30 روز توی اتاق گیر بیافتین. پس همین الان کارنت رو دانلود کنین. هیچ فرصتی بهتر از این نبوده. پس بهتره که اینو دانلود کنی و من بهت به راحتی پول بدم. خب بچه‌ها این جعبه رو میذاریم اینجا برای حریم خصوصی. فعلا خدافظ. خدافظ. فردا میبینمتون. وای نه. خوبه. خب زنجیره کوتاه واقعا داشت اذیتشون میکرد، چون هر دو کلی چیز توی ذهنشون داشتن. دارم واقعا سعی میکنم صبور باشم. سوزان تو کندی و بعضی وقتا واقعا اعصابمو خورد من میکنه. یکم کلافم. جاش هی منو مجبور میکنه کاریو بکنم که خودش میخواد. بازور بلندم میکنه میکشه اونجا. این اصلا قشنگ صبح نیست. خیر. روز 27مه. از 4 فوت. 3 فوت. آره این 3 که فوت. نمیتونم هیچ کاری اینجا بکنم بدون اینکه جاش همیشه بالای سرم باشه داره دیوونم میکنه. وای خدای من، جاش بس کن، جاش ولم کن. چرا تو آشپزخونه ای؟ تموم شدی؟ الان شدم. این من آب میخوام. جدی میگی؟ ببخشید، فقط یه چیزی برای خوردن لازم داشتم. پسر خیلی رو اعصابه. روز 28. چی؟ این خیلی کوتاهه. بذار همین الان بگم با این 2 فوت قراره خیلی سخت باشه. یه برخورد کوچیک تو آشپزخونه قبلا میشد. ببخشید تقصیر من بود. ولی الان هر برخورد کوچیکی باعث میشه بخوام از اینجا برم. فقط میخوام از اینجا خلاص شم. اصلا ربطی به حرفمونم نداره. میتونم همین الان برم. خب امروز جاش یهویی گفتش که من هر وقت بخوام میتونم برم. این یکم نگرانم کرد که شاید هر لحظه بخواد بزنه بیرون. فقط 24 ساعت مونده. حالتون چطوره؟ زندگی با این زنجیر کوتاه خیلی بداره. افتضاحه. آره دیشب خواب افتضاح بود. قبل از اینکه زنجیر به یه فوت برسه، جاش نمیدونم الان وقتشه یا نه، چیزی هست که بخوای به سوزی بگی؟ یه چیز خاص بود که مجبور شدم بفروشم. بهم بگو. باشه. خب توی 8 ماه آخر رابطمون خب داشتم برای یه حلقه نامزدی پسنداز میکردم که آخر خریدمش. ولی نقشم این بود که توی سفر خانوادگیت زیر آبشار ازت خواستگاری کنم. جدی میگی؟ اما ما قبلش جدا شدیم. این باعث میشه گریم بگیره. وقتی جدا شدیم حلقه رو فروختم و یه موتور خریدم. واقعا نمیدونم چی بگم. واقعا یه حلقه نامزدی برای من داشتی؟ آره. خیلی متاسفم. اشکال نداره. خب اون یه موتور گرفته. من دقیقا یه موتور گرفتم. آره. وای خدایا. این یه زنجیر یه فوتیه و در آخر این دقیقا همون زمانیه که براتون باقی مونده. بله خب، خوش بگذرونی. خدافظ. امروز روز عجیبی بود. بالاخره راز جاشو فهمیدم. این که برای من یه حلقه نامزدی خریده بود و تو خونه منتظرم بود. حالا میدونم که قلبش همیشه جای درست بوده. دوباره آینده رو با جاش میبینم. خب امشب کنار پول بخوابیم باشه؟ وای عالیه. 12 ساعت و 43 دقیقه. چه حسی داری؟ فکر کنم در کل تجربه فوق‌العاده‌ای بوده. بیشتر من از خیلی همه ناراحت. دارم از شوق بیرون رفتن میمیرم. از 24 ساعت آینده میترسم. تو دروغ سنجی ازم پرسید اگه زودتر دستبندمو باز کنم و من گفتم نه. درست بود، ولی هیچ وقت جواب درست رو از اون نگرفتم. برای همه این چند روزه که میترسم بخواد دستبندشو باز کنه.
پس بندمو باز کنم؟ خب این پول خیلی زیاده. 250,000 دلار خیلی بیشتر زندگی رو تغییر میده تا نصفشو. وقتی جدا شدیم برای مدت طولانی خیلی گم و تنها بودم. فکر میکنم منصفانه باشه که پولو ازش بگیرم. امشب بهترین منظره دنیا رو داریم. ساعت شمارش مکاست. اگه 12 ساعت کامل بخوابیم با 17 دقیقه مونده به ورود جیمی بیدار میشیم. میدونی به چی فکر میکردم؟ چی؟ یادت 3 سال پیش که ازم جدا شدی؟ و آره. خب تو این 3 سالم با هم هیچ حرفی نزدیم. پس الان من میتونم همین الان همه پولا بردارم و دیگه هیچ وقت با هم حرف نزنیم. پسر همینجوری گفتم. 3 ثانیه مونده. اگه جاش قبل از تموم شدن زمان دستبندشو باز کنه کل 250,000 دلار رو هر دوتا تسلا رو میبره. فقط 10 دقیقه مونده ببینیم کسی چیزی رو میدوزه یا نه. آزا چطوره؟ وای خدای من استرس حس میکنم غیر خب واقعی. سوزی این میتونه 125,000 دلار تو باشه. جاش اینم میتونه برای تو باشه. مگر اینکه یکیتون دستبندشو باز کنه. و فقط یادآوری کنم که این چیزی نبود که توی دروغ سنج گفتی. فکر میکنی من جلوی پیشرفتتو میگیرم؟ آره. درسته. آیا کل 250,000 دلار رو برای خودت برمیداری؟ فکر نکنم. خوبه یه واکنشی به این یکی نشون 1 دقیقه و 12 ثانیه مونده. این آخرین فرصتتونه برای دزدیدن همه میخوای پول. این کارو بکنی؟ بعید وای نیست. خدای من، یعنی جاش از اول نقشه بس داشته. کن داری جدی میگی؟ 16 ثانیه مونده. نه مطمئنی؟ فقط نصفش حقشه. شاید همش حق من باشه. داره حساس میشه. جاش چیزی هست که بخوای وقتی این ویدیو پخش میشه به سوزی بگی؟ من هیچ وقت بعد از جدایی واقعا دست از دوست داشتنت نکشیدم و اینو همه جا با خودم هم کردم. اونقدر عشق توی قلبم براش مونده بود که نمیتونستم جلو برم و اجازه بدم کسی دیگر رو دوست داشته باشم. میتونم بعد از اینجا یه قرار واقعی ببرمت. آره خب اینم قراره. باشه. نه اون من این قیافش کارو قیافه نمی‌کنم. کسیه که داره امکان شوخی نداره. میکنه. 3 2 1 زمان تمام شد. خب دیگه به این چیزا احتیاج نداریم. الان شما دیگه آزادی. خدای من. اینم 125,000 دلار. خیلی خب بچه‌ها قدم بعدیتون چیه؟ برم که لذت برده باشین. دوستتون دارم. وای عجب ویدیویی بود پسر. فکر نمی‌کردم از پسش بر بیان. من خودم که حاضر نیستم این کار رو انجام بدم ولی به خاطر 250,000 دلار چرا؟ یادتون نره که نظرتون رو درباره دوبلمون بگید و سابسکرایب هم یادتون نره.